ما میخوایم نظامی را بیاریم که نه بای و نه کم بغل باشه، مردم در یک سطح عالی مبین زندگی بکنن. مگر این حکومت برای مادر و پدری کسی از آنها است که باید میلیونر باشه و مردم دیگر در مهاجرت؟ و یک برادر گفت است که یک مینوت التماس مرا قبول کن. خب بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم سلام. من یک گفتنی دارم که مقصد درباره ام چاپلوسا. ما شما را امروز شناختیم، ما شما را پوست میکنیم. برای چی؟ این تهدید قبول میکنین؟ چه قبول میکنین کار شما؟ شما گناهگارین که همین امروز امام علی این همیخیل راهبری کرده سعی پشت هم شما بارین سگا. انشاءالله پایان شب سیاه سفیده. الله نگهبانتون، خسته نباشین. السلام علیکم و رحمت الله. تشکر. علیکم السلام. واقعا باز هم وقت دارین، با ناموس مردم بازی نکنین. شما تا اصلا هیچ خروبی در جامعه ندارین، هیچ شخص تاثیررسان نیستین، اصلا هیچ یک نفری مهمی در جامعه نیست که فردا مردم شما را باز هم دستگیری بکنه. یک متخصص، یک نفری کوچه هستین، یک نفری هستین که زندگی عادی خودتون ندارین. ما باز هم یک انسان، هم یک مسلمان میگم داده نشویم به فتنه های حکومت. ای بچه، هر یک قماندان های بود که در زمان رحمانوف در بری رحمانوف بود، در برش بود، امروز زندان شد. پدر میگفت بود فرزندایی که خب همون بچهای کلابه که پدر میگفت و برادر میگفت و دادر میگفت، سنگک سفروف که پدر میگفت، فرزندای او را چگونه بیرحمانه کشتند، خش و تبار او را گیجا کردند. قماندان هایی که در برشان بودن چگونه از بین بردن. شما چی فکر کردین؟ شما چی گمان دارین به این نغمه و به این مقام و به این احمقیتان؟ ما پاتریوتی وطنیم، ولی شما واقعا وطن. من اگر که بدانم که شما عباره وطن میتونین برای من تفسیر بکنین، شرح بدین که همین وطن چی معنی داره، من میگم خیلی شما پاتریوت بودین، خیلی وطن دوست بودین. شما نمیدونین وطن چی است، شما نمیدونین ملت چیست، نمیدونین. بجای شما دعوای وطن دوستی میکنین. ای بچه، بچه وطن یگم برای شما یگم نمیدونم دو مصرع شعر نیست که برو در مقابل یک زنک بخونید دو مصرع شعر بخونید بگوی همین وطن است. او احمقی است، یا ابلهی است، بی سوادی است. هیچ شما فکر نکنید این منبر میبینید شما در دست میگیرین و ما لبای سوالای شما را جواب میدین. آخه نمیتونین. بچه هر یک شعر اینا را که به نام خدا قسم همیشه گپ میزنه که اگر دیپلمات 12 تا دیپلم داشته باشه تخ میکنه در بین مردم. شما چی فکر کردین؟ هر یک مهاجری به غیرت که شما چی میگید؟ شما انا این مهاجرا شما وظیفه میخواین، مهاجرا حالشون چی میشه؟ بله ما میخوایم بریم برای مهاجرا دولت بسازیم. ما میخوایم بریم یک حکومت بسازیم که قانون در نزد همه برابر باشد. نشود که بچه وزیر، بچه رئیس، بچه منصبدار در بهترین ماشین های خارجی بگرده. یک استراحتی که در دبی میکنه یک گسنیسش $10,000 باشه، اما یک بچه کم بغل بچه، دهقان بچه در روسیه در وگان سرد خواب باشه. ما اینا نمیخوایم. ما میخوایم نظامی را پیاده بکنیم که همه در نزد قانون و سود برابر باشه. ما میخوایم نظامی را بیاریم که نه بای و نه کم بغل باشه، مردم در یک سطح عالی مبین زندگی بکنن. لااقل اگر ما نمیتونیم یک زندگی عالی برای مردم بدیم، ما نمیخوایم دادن برای منصبدار زندگی عالی. منصبدار از شکم مادرش مگر میلیونر برآمد؟ مگر این حکومت برای مادر و پدری کسی از آنها است که باید میلیونر باشه و مردم دیگر در مهاجرت؟ شما چی فکر کردین؟ انا شما وظیفه میخواین؟ بعد طبیعی است یک نفر برای به قدرت رسیدن، برای خادم بودن، خدمت کردن نمیشه بدونین. برای من یک نفری را بیار که از خارج باشه، رفته است در یک بازار کار کرده و برای مهاجر کار انجام داده باشه، نمیتونه. شما خوبی درک بکنین، خوبی را بشناسی که وقتی میخواهی که یک خدمتی برای مردم بکنی یک مسئولیت داشته باشی. آیا شما برای یک مهاجر خدمت کردین، کمک کردین، این کردین، فلان کردین، بهمدان کردین؟ آقا شما اول خدمت حکومت بیار، مسئول از چی خدمت برای مردم کرد؟ شما به قدر عزت امان چقدر رسیدین که باز ما را دعوای سر ماست؟ مگر یک نوار بیار که سفیر در بیماری کرونا ویروس در بین مردم بود بیارین. شما احمقا هم 2 شهر از یاد کردین، فکر کردین دنیا را به دست گرفتین. تمام نظام امنیت در مقابل ما بلند بکنید. باز میگم تمام وزارت کارهای داخلی با سود و پرکرارتون، تمام وزارت های خارجی و داخلیتون رو بلند بکنین، باز هم موفق نمیشین، باز هم شکست میخورین. وعده پروردگار است. خداوند وعده کردگی است که هر جایی که حق آمد باطل میرود. و سال 2012 این حرکت ساخته شد. روز تا روز نیرو میگیره، روز تا روز نفوذ میگیره، روز تا روز اعضا میگیره،
روز تا روز برنامه‌ها جالب میشه و روز تا روز مردم دبرش میشه و انا ایره پیروزی میگن. پس در اینجا سیری هست که اون نامش حق است. پس در این داخل سیری هست که او میگه من حقم، حرکت بکن به پیش. شما امنیت داخل کردین مگر پیروز شدین؟ وزارت داخلیت داخل کردین پیروز شدین؟ از تمام گیرد و اطراف مردم داخل کردین پیروز شدین؟ نه نکردین، نشدین پیروز. با این 4 تا رقاصه میخواین پیروز شوین؟ یا فقط همو میخواد که خشون شرمنده بکنن، خشون در نزد مردم یک طوری نشان بدن که فردا مردم دندانای شما را بکنه براتون پاتریوتی وطن نشان بده. من تهدید نمیکنم، اما این چیز در فرهنگ مردم است. با ناموس مردم باز هم بازی نکنید. قضیه نام یک بلاگر چاپلوسی که داشتین با نام صدای امید برای همه درس است. اون امر می اومد دنبالی رحمانوف بود. کو یک داد از او ذکر میکنین؟ یک کس میگه دیگه جا است. نوبت شما رسید، فردا با یک نوبت اجرت شما از مطمئن باشین. پدرش نمیبخشند، این حکومت که شما را ببخشند. خب دوستان عزیز، این بود برنامه امروزه ما. من سپاس و تشکر میگم به تمام برادران، هموطنان، کسانی که تا این دم ما رو تماشا کردین. من خواهش میکنم یا قبول کردن نمیتونم، ما رو هم درک بکنین، باور بکنین یک آدمی روزه‌دار است. 5 ساعت 6 ساعت قریب همراه شما بودم. ما هم نیاز به استراحت داریم. ان شاء الله امیدوارم ما رو میفهمین، ما رو درست درک میکنین. برنامه‌های بعدی ما حتما باز هم برای شما مون بیاریم و صحبتامون ادامه خواهیم داد. خدا یار و مددگار نگهبان هر یک ما و شما باشد. طاعت و عبادت‌های هر یک شما قبول باشد ان شاء الله. در این ماه بزرگ رمضان در حق بنده و در حق کلی برادران مبارز دعا را فراموش نکنید و در عموم در حق تمام زندانی هایی که امروز ما داریم نیاز برای ما و شما دارن، نیاز به دستان ما و شما دارن که زندان ها را باز بکنیم، آنها را رها بکنیم. و باقی موفق و سربلند باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.